خب بچه ها، روز دوم ما از اینجا شروع شد. داریم بریم داخل باغ الکساندر رو ببینیم. اونا بستنی روسی هن، مثل بستنی وانیلیای خودمون میمونن و به همونم نقشه این موزه کرملین رو دادن که الان قرار بریم داخلش و بریم با هم دیگه این لوکیشن جذاب رو ببینیم. خب بچه ها، بریم وارد باغ الکساندر و کاخ کرملین بشیم. خب بچه ها، این شنیدین میگن قوم پزدر میکنن. این توپه دقیقا همین بوده، توپی که هیچ وقت قابلیت شلیک نداشته ولی تو جنگاشون میبردن تا دشمن رو بترسونن. و بریم، یه ناقوس خیلی بزرگی هم هست که میگن که اگر روزی به صدا در میومده تا 50 کیلومتر اون طرفتر صداش میرفته ولی هیچ وقت صداش در نیومده. داستانی که برام گفتن اینه که یه روز اون ناقوس آتیش میگیره و مردم از ترسشون که میخواستن این اون ناقوسه، اون ناقوس رو خاموش بکنن که این ناقوس هست دقیقاً، بهش آب سرد میریزن، این گرم و سرد میشه و قسمتی از فلزش جدا میشه که فقط همون قسمت جدا شده 11 تونه. حالا دیگه خودشو نمیدونم چند تونه، قطعا هست یه 100 تونی فکر کنم. ولی من یه چیزی رو موندم که در زمان قدیم اینا رو چجوری جابجا میکردن، با فیل هم خواستن جابجا بکنن نمیشه. بچه‌ها این اون قسمت جدا شده است که بهتون گفتم که امیرسان وایستاده پردوش را داره عکاسی میکنه خودش، یا این فقط 11 تونه. یعنی وقتی این 11 تونه کلش چقدره؟ قطعا 100 تونی هم که گفتم بیشتر. بچه ها فقط 200 تونه، الان پرسیدم 200 تونه کلش. بیایم این طرف کلیساها رو ببینیم. اینجا سلسله کلیساهای توی کاخ کرملین هستش. خب نظرتون در مورد اینجا چیه؟ خیلی خوبه، خیلی قشنگه، فقط لیدرم خیلی لیدر آره. تفلکی بعدا این فیلم ها رو میبینه. آخه هی میگه چرا فیلم میگیرید، بیاید گوش بدید. درکی از کار ما نداره، میدونی ما درکی از کار اون نداره. ببین ما فقط خودمون نیستیم که اومدیم ببینیم، شما هم قراره که ببینید، کیف کنید، لذت ببرید. خب بچه ما وارد کلیسای تاجگذاری شدیم. سیاه و زیباست ولی کلیسای با این قشنگ‌تره. اعدامش کردن؟ به کلیسا به چی به چی میکشن؟ به صلیب. میبینید که فرشته ها میان بالبال میزنن. نه اینا کف دارن اومدن. میبینید شیطان رو میبینید، یعنی کسی که زد زیر اینا میدونی چیه؟ اینا این همشون خرگوشه سرشونه. این بازیه بود، عمو پورنگی بازی. خب بچه از اون کلیسای تاجگذاری در اومدیم توی کلیسای عمومی و اینجا خیلی خوشگله. خداییش کلیسای مردم عادیشون از کلیسای تاجگذاریشون خیلی قشنگ‌تره. جزئیات رو ببینید، نقاشی‌های مختلف. ایشون هم که همسر گرامی بنده هستن. بفرمایید. یارو برگرده قیافه شبیه خود پوتینه. برگرد. نمیگرده، ولی این شکل پوتینه ولی نمیگرده. نیم رخش رو میتونی ببینی. اینا هم قبرای امواتشونه، پدر مادرانشونه، احتمالاً پدران روحانی.
یعنی انقدر که من هیجان دارم واسه فیلم یوتیوب و واسه هیچی دیگه ندارم. میکروفون به دست و بودو اینقدر برامون عزیزین. ببین پول دادی باید همه استفاده کن. اینم از کاخ کرملین. چون سوسیساشون چنگی به دل نمیزنه، یعنی من که دوست ندارم چون واقعا داخل روده پخته میشه. نمیدونم به اینجا چه ربطی داره، ولی یهو یادم افتاد این دکه رو دیدم و گفتم حتما این نکته رو بهتون بگم که اگر که توی کشورهای اروپایی میاید این پیش زمینه رو داشته باشید. من گرجستان هم این تجربه رو داشتم که سوسیساشون انگار یه پوست اضافی داره، انگار مثلا سوسیسو با اون کاغذ دورش درست کردن و داری میخوری و خب اون روده است. خب ما اینجا رو بازدید کردیم. احتمالاً اونها هم دارن آماده میشن که رژه بخوان برن از اون لباس و آلات موسیقیشون مشخصه. بچه توپای مختلفشون رو ببینید اینجا. قرار هستش که بریم میدان گنجشکا یا بام گنجشکا رو ببینیم. نمیدونم اسمشو دقیقاً الان، ولی مقصد بعدیمون اونجاست. اینم شهر بسیار زیبای مسکو. خب ما رسیدیم دم خیابون، باید منتظر بمونیم تا اتوبوسمون برسه. و بچه‌ها ببینید اینجا شما اصلا نمیتونی از خیابون عبور بکنی چون هیچ خطکشی عابر پیاده ای نداره، ولی اونجا رو نگاه کنید، تابلو رو میبینید، اونجا زیرگذره برای اینکه بتونن آدم ها از خیابون عبور بکنن. و برش رو ببین. بچه اون کارخونه این شکلات سازیه. چه بریم تو کارخونه؟ خب بچه اینجا مقصد دومه. ما از اتوبوسمون پیاده شدیم، بهش میگن تپه گنجشک‌ها که میخوایم بریم با هم دیگه ببینیمش. بله برای تولید محتوا ویدیو. بله اینا مال یوتیوبه. ایشون هستن با این صداها فکر کردی ویدیو من خراب بشه. من با بچه های حرفا رو ندارم. آقای اسجدی نژاد هستن که دارن برای شما از خان حوصلتون سر نره. آها یکم دیگه باید بری بالا. سام چرا خرابشه به ما دادی؟ خب اینجا میبینید که توریست هم زیاد میاد. چیزی که خیلی دیدم توریستای چینی زیادن، اروپایی درجه 3 هم هستن، مثلا همون کشورهای اطراف خود روسیه. تپه گنجشک‌ها هم که دیدیم چیز به خصوصی نداشت. نظرم اگر که اومدید روسیه اصلا لازم نیست بیاین بخواین اینجا رو ببینین. آره توی زمان و انرژیتون صرفه جویی میشه چون هیچ چیز به خصوصی نبود که بگیم واو. و میتونید جای بهتری وقت بگذرونید
ولی در کل ما اومدیم دیگه. خب ما از اون ونمون پیاده شدیم، قرار بریم توی این کلیسا که کلیسای مقدس تمام مراسمات مهم مثل تاجگذاری و ریاست جمهوری و ازدواج و طلاق آدمای بزرگ، مثلا مثل پوتین که الان رئیس جمهور روسیه است، دقیقاً توی همین کلیسا برگزار میشه. بعد بچه‌ها این کلیسا یه سری قواعد و قوانین به خصوص داره. مثلا ببینید من الان شلوار پوشیدم، آقایون نمیتونن توی این کلیسا با شلوارک برن یا خانوم‌ها نمیتونن با شورتک برن، باید حتما تا زانو باشه و لباسشون هم آستین حلقه‌ای نباشه. یه سری قواعد این مدلی دارن. بچه‌ها اون مجسمه اونجا رو ببینید، این 500 تنه و اولین کسی بوده که کارخانه کشتی سازی رو آورده توی روسیه و صنعت کشتی سازی رو در اصل آورده توی روسیه. خب بچه ما از کلیسا آمدیم بیرون. متاسفانه همونطور که اینجا هم نوشته شده داخل نمیتونستیم فیلم و عکس بگیریم و خاطر همین با گوشی نتونستیم براتون ویدیو بگیریم. من یکی دو تا عکس از داخل گرفتم، خیلی قشنگ بود واقعا، ولی نتونستیم عکس بگیریم. ولی امیرسام اونجاستش و عینکی که روی چهرشه متاه و دوربین داره و یه سری فیلم گرفت. حالا فیلم ها رو میگیرم بعداً انشالله توی ادیت میگم بچه ها براتون اضافه بکنن که داخلم ببینید. خیلی کلیسای خوشگلیه، جذاب بود واقعا. از فضای بیرونش هم حتی مشخصه که چقدر میتونه داخلش قشنگ باشه، ولی چون دور از تصور هست داخلش حتما براتون ویدیوشو میذارم. خب بچه ها ویدیوهای اینجا رو گرفتیم، اومدیم عکس بگیریم. بعد این دختر خانم اومد از ماریا عکس بگیره و بچه هم اون پایین دارن فکر کنم میرن دیگه. اون ون ماست که هنوز نرسیدن البته و منم نتونستم خودم هیچ عکسی بگیرم